استاد اگر شوهر گوید که تو فلان جا نرو یا فلان کار را نکن، اگر بکنی تو به من 3 طلاقی، باز پشیمان شود، از گپش برگردد، آیا در همین حالت طلاق واقع می شود یا نه؟ زمانی که البته طلاق‌های بگیم شرطی میگیم، وقتی با شرط طلاق میماند، مثال میگه تو اگر از خانه بیرون شوی تو به من 3 طلاق، یا اگر به شرط فلان کار انجام بدی تو به من 3 طلاق، یا اگر یک بار بینم که مثال با فلانی تو صحبت کرده تو به من 3 طلاق. اگر همون شرطایی را که شوهر مانده است از طرف زن اگر همون شرطا شکسته شود، شما 3 طلاق میشه. دیگر او آدم از قولش گشته نمیتونه، یعنی بگه ای من پشیمان شدم، مقصد دیگر نه، قولش شکسته نمیشه دیگر. برای همین پیش از آنه که شما همو میخواهید که شرط را بشکنین یا یک قسمتان بر بگردین، شما باید همین که شرط نمانید، زیرا شرط دویم باره او در دست دیگر تو نیست. وقتی شرط ماندی، اگر زن همون شرط شکست حتما طلاق میشه. فقط راه های حلش میگن همینه که برای آنه که مثال بعضی آدم ها را دیدین که چکل شرط های ناخوب میمونن، خانه پدر دروید، خانه مادر دروید، یا از اولادهای مثال پدر تای مادر تای دادر تای خانه بیان تا با من 3 طلاقی، بسیار شرط های ناخوب میمونن. وقتی پشیمان میشوند میگه در همین حالت باید زن طلاق کنه، یعنی زن یک طلاق میکنه، بعدا این زن در حالت همون یک طلاق بدنش میره و خانه همون پدرش، یا از حوالی شرطش بود که نبراید میبراید، یعنی همون شرط ها را در حالت همون یک طلاق بدنش میشکنه. بعدا که آمد از سر نو که نکاح کرد و گرفتش، بعد بگیم یعنی 3 طلاق نمیشود و همون یک طلاق میشود، یا همون یک طلاق کرده بود در همون حالت طلاقش گرفتگی است، او 3 طلاق ای گردنش ساقط میشود. از همه خوبش همیه برادرای عزیز، این خیلی شرط ها را نمانید، زیرا طلاق های با شرط واقع میشود. سوال دیگر آمده است که پدر یا مادر وقتی فرزند عاق میکند باید چیکار کند؟ آیا آنها را سراغ کند، خبرگیریشان رود یا نرود؟ برادرای عزیز و گرامی، زمانی که پدر یا مادر فرزند عاق میکنند، عاق به معنایی که از فرزندی اونها را مقصد خط میزنند، یا اینکه بسیار مردم ما اصلا همین کلمه عاق استفاده میبرد که عاقد میکنن. وقتی که میگم این فرزندها را عاق کردن، آیا همین فرزندها به سراغ اونها روند یا نروند؟ البته رفتن شما مهم است. وقتی اگر چندی که پدر و مادر خفه کردین، از خودتان ناراضی کردین، در حقشون جفا کردین، وقتی شما را عاق هم که کردن، شما حرکت کنین که مقصد باز خبرگیریشون کنین، پیشون در عذرخواهی کنین، در پیشون بزانو بزنین، از اونها بخشش پرسین. وقتی که اگر اونها شما را با بخشیدن در حقتون دعای نیک کردن، خدا خواه همون عاق کردگیش با برطرف می شود. اگر مبادایی که شما را پدر یا مادرتان عاق میکنه و ولی شما خبرگیری نمیرین، عذرخواهی نمیکنین و اونها از دنیا گذشتن، عزیزای خدا میگن باید سر قبرشان روین و در سر قبر از اونها عذرخواهی کنین و در سر قبرشان از آیاتهای قرآن خوانین. با همون دوستا و رفیقایی که داشتن شما مقصد همیشه رفت و آمد کنین. خدای مهربان انشاءالله در عوض همین حرکت‌های شما
شاید که همون آقی کردگیش علای مهربان ببخشد.